سلام به همه تریدرهای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من از مجموعه پراپدارا در خدمتتون هستم با یه قسمت جدید. توی این قسمت میخوایم در مورد الگوهای کلاسیک یا پرایس اکشن صحبت کنیم. من خودم زیاد از این الگوها استفاده نمی کنم به خاطر که این الگوها درک خیلی عمیقی از چارت به شما نمیدن و شما با استفاده از این الگوها نمیتونید روند رو تحلیل کنید و شما وقتی که نتونید روند رو تحلیل کنید به تپ استاپ زیادی میخورید و توی چارت روم میشید، نمیدونید سل بکنید، بای بکنید و به همین دلیل من استفاده زیادی از این الگوها نمی کنم مگر اینکه شما از این الگوها بخواید در نقطه ورودتون استفاده کنید. مثلا از یک روش دیگه بخواید جهت رو تشخیص بدید و توی نقطه ورودتون از این الگوها استفاده کنید، وگرنه با این الگوها صرفا نمیشه ترید کرد و به تنهایی کاربردی نداره. ولی برای اینکه شما با این الگوها آشنا بشید، من این الگوها رو برای شما توضیح میدم. خب، همونجور که میبینیم من یه سری الگوها رو اینجا توی این تصویر آوردم براتون، مثل هدن شولدرز که یه سقف بالاتر است، دو سقف قبل و بعدش داره. هدن شولدرزی که حالا میخوایم روند سودی رو باهاش بگیریم و اینجا روند نزولی شروع میخواد بشه، یعنی اینکه میاد بالا، روند تغییر میکنه و میخوایم ازش یه سل بگیریم. توی این حالت دو سقف، دو کف، سه سقف، سه کف مثلث ها هستن که در واقع یه فشردگی ایجاد میشه. بعد از سمت پایین یا از سمت بالا ما شکست رو داریم. ویج هست، ویج صعودی و ویج نزولی رو داریم. فلگ پرچم هست، پرچم های که حالا به این صورته داریم میبینیم. تقریبا ساختار همشون یکیه، یعنی حالا نمیشه گفت مثلا رو هر کدومی اسم مجزایی گذاشت. الان نگاه کنید که یه حالت فشردگی توی همشون ایجاد شده، حالا حالت مستطیل باشه، حالت مثلث باشه. بعد از یک سمت ما شکست رو داریم و زمانی که این شکست ایجاد میشه با یک کندل پرقدرت، ما بعد از این کندل پرقدرت میتونیم پوزیشنمون رو داشته باشیم، حالا سله یا بایه. خب همونطور که میبینیم اینا به یه صورته که خب حالا یه سری فشردگی انجام شده، حالا مثلا سه تا صف دو تا کف یا مثلا سه صف سه کف زده. حالا فرقی نمیکنه این فشردگی به چه صورتی باشه، مثلا به حالت مستطیل باشه، به حالت پرچم باشه، مثلث باشه. یه فشردگی یا یه ترینینگ رنجی انجام شده. بعد با یه کندل خیلی پرقدرت میاد این فشردگی رو بریک میکنه و زمانی که کلوز میکنه بالای این الگو، ما میتونیم سل یا بایمون رو داشته باشیم. حالا خیلی مثلا حساس نشید که مثلا اینا اسمشون چیه، مثلا حالا اینجا مثلا مستطیل رو داریم، فلگ رو داریم، کانال رو داریم. خیلی مثلا میگم روی این موضوع حساس نشید، فقط دنبال این باشید که خب یه فشردگی انجام میشه و از یک سم پرقدرت با یک کندل پرقدرت میاد بریک میکنه. میگم همونطور که میگم این الگوها خیلی نمیتونید توی چارت استفاده کنید برای تحلیل روند، ولی به عنوان نقطه ورودتون میتونید استفاده کنید، یا اگر بخواید تک تایم فریم میتونید استفاده کنید، مثلا تایم فریم 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه روش بک تست کنید و بیاین مثلا این الگوها رو روش بک تست کنید و مثلا مستطیل رو بکشید. بعد از یک طرف که شکست داریم با یک کندل فول بادی، بیاین مثلا یه ریسک ریوارد مشخصی هم براش در نظر بگیرید، مثلا یک دو یه ریسک ریوارد مشخصی داشته باشید و با یه الگوی ثابت، با یه ستاپ ثابتی میتونید ترید کنید. به این حالت هم که بخواید تک تایم فریم استفاده کنید میتونید این حالت استفاده کنید. خب چند نمونه مثال رو روی چارت با هم دیگه انجام بدیم. مثلا همینجا ما میتونیم یه فشردگی ببینیم که پرقدرت پایین این فشردگی کلوز کرده. حالا اسم مختلفی هم میشه برای این الگو گذاشت، مثلا فلگ، نمیدونم ویج، فرقی نداره واقعا. وقتی که زیر این خط پرقدرت با یک کندل فول بادی بریک کرده، میشه که اینجا بعد از بریک شما یه ورود بذارید، پشت کندل میتونید ورودتون رو داشته باشید و یه ریسک به ریوارد ثابتی ازش هم میتونید بگیرید، مثلا ریوارد 2 بذارید
یک یا دو به نظر من منطقیه، چون که حالا ریوارد دو به نظر منطقیه. بعد باز مثلا توی این حالت ما نگاه میکنیم میبینیم که اینجا یه حالت مستطیل شکلی ایجاد شده و میبینیم که پرقدرت با یک کندل فول بادی زیرش بریک کرده. به این توجه کنید که حتما با یک کندل پرقدرت و یک کندل فول بادی زیرش بریک کنه. بعد وقتی که بریک کردید پایین تر شما ورودتون رو بذارید به این حالات که حالا این ببینید تا ریوارد چند رفته، تا ریوارد تقریبا مثلا نزدیک دو رفته و برگشته. و توی این بک تستاتون چیزی که در نظر داشته باشید حتما ریسکیه که مثلا توی بک تست 100 تا نمونه بک تست کنید ببینید که مثلا به یک رسید فری کنید یا مثلا اصلا فری نکنید و یه قانون ثابتی برای این ستاپ برای خودتون در نظر بگیرید و هر جای مارکت رو که ما ببینیم این الگو رو ما میتونیم ببینیم و اگر شما تمرین داشته باشید کلا چشمتون به این حالت عادت میکنه. و اینجا که نگاه کنید میبینید که این دوتا کف، این سقف و با یک کندل فول بادی زیر این الگو بریک کرده که این خودش میتونه یه استراتژی باشه برای شما. یعنی شما بیان این الگوها استفاده کنید توی یه تایم فریم بک تستش کنید، یه نقطه ورود مشخصی داشته باشید، یه نقطه خروج مشخصی داشته باشید، بدونید که کجا ریسک کنید و یه ستاپ ثابت داشته باشید دیگه و روی یه ارز میتونید انجامش بدید و توی یه سشن خاصی مثلا در مورد سشن ها صحبت کردیم، سشن لندن نیویورک، ببینید که کدوم سشن براتون بهتره. باز مثلا میگه اینجا نگاه کنیم میبینیم که اینجا میگم پر از این الگوها که شما میتونید دو تا صف رو نگاه کنید و یک باید برای این الگو حداقل 3 برخورد داشته باشی، یعنی حالا دو تا صف یا یک کف یا دو تا کف یه صف باید داشته باشی، یعنی برای این کشیدن الگو حداقل 3 برخورد باید باشه که الان اینجا نگاه کنیم میبینیم کف صف کف صف اومده بریک کرده، همینجا اینجا صف کف صف کف بالا بریک کرده. حداقل 3 تا برخورد رو در نظر بگیرید توی این الگوها و حتما یک کندل فول بادی، یک کندلی که قدرت وایه رو نشون بده که در مورد کندل هم صحبت کردیم، با همچین کندلایی بریک رو بگیری. یک کندل داجی و پین باری باشه که قدرت رو نشون بده، همچین کندلایی اصلا نباشه. وقتی که بریک کرد و کلوز کرد شما میتونید ورودشون رو بیاین قرار بدید، مثلا اینجا. البته این صورت پشت کندل ورودتون رو بذارید، یه ریوارد ثابت بگیرید، دو دو و نیم کافیه. توی تایم فریم های مختلف میتونید اینو بررسی کنید و ترجیحاً توی یه سشن مخصوصی، مثلا همون سشن لندنی که صحبت کردیم ما بیاین توی سشن لندن روی همین مثلا یورو یا پوند الگوها رو تست کنید و یه استراتژی برای خودتون بنویسید و از ویدیوهایی که در مورد استراتژی براتون ضبط کردم و نوشتن پلن معاملاتی، پلن کاملا مکتوب میتونید با یک ستا برای خودتون بنویسید. مرسی که همراه هم بودید. اگر هر سوالی در این خصوص داشتید خوشحال میشم که بتونم پاسخ بهتون بدم و همراهتون باشم. مرسی، ممنون، خسته نباشید.